روایت 157 کتاب صحیح بخاری باب 43 نکاح نبی با عایشه و آمدن عایشه به مدینه و عروسی آن حضرت با وی. به ترجمه فارسیش میریم. گفته عایشه میگوید دختر 6 ساله بودم که نبی اکرم مرا به نکاح خود در آورد. به نکاح خود در آورد. سپس به مدینه هجرت کردیم و در محله بنی حارث ابن خزرج منزل گرفتیم. در آنجا تب شدم که به علت، یعنی تب پیدا کردم که به علت آن موهای سرم ریخت، کل شده. پس از مدت دوباره رویید تا اینکه به شانه هایم رسید. سرانجام روز با دوستانم مشغول تاب و بازی بودم، تاب بازی، که مادرم ام رومان آمد و مرا صدا زد. نزد او رفتم ولی نمیدانستم از من چی میخواهد. دخترک بیخبر بود از همه واقعه. او دستم را گرفت و مرا که نفس میزدم کنار دروازه خانه نگه داشت. اندک آرام گرفتم و نفس زدنم برطرف گردید. آنگاه کمی آب برداشت و به سر و صورتم زد و دستی بر آنها کشید. سپس مرا به داخل خانه برد. چند زن انصاری در آنجا نشسته بودند. آنان به من تبریک و خوش آمدید گفتند. خوش آمد گفتند. مادرم مرا به آنها سپرد. مادرش میتین دخترک را به اون زنای انصاری. آنان مرا آراستند و هیچ چیز مرا نترساند مگر دیدن رسول خدا که هنگام ظهر آمد و مرا به او سپردند، در هنگامی که من دختر 9 ساله‌ای بودم. رسول مقبول وقتی عایشه را برش میتن، عایشه که بیچاره وقتی این رسول را میبینه میترسه. این داشته های اسلامشان هست. دختر بیچاره بدبخت که هیچ خبر نیست چی به چی است، کی کجا میره، چگونه میشه، وضعیتش خراب، محمد را میبینه میترسه. بعد اینها میگن نه عایشه اون زمان سنش بزرگ شده بود چون روغن دنبه میخورد. بعد در مورد عایشه صحبت میکنن، میگن به اندازه عایشه بیچاره ضعیف بوده که حتی در همون پشت